این ویدیو رو میتونین وقتی دارین اتاقتون رو مرتب میکنین یا میکاپ میکنین بذارین یک گوشه و اونجوری ازش استفاده کنین. So yeah. Hi girl! Hi guys! Welcome back to my channel! امروز اومدیم صحبت کنیم و میکاپ کنیم، ولی نه هر میکاپی. یه ذره چستی اینو بیام، این جا سیگاریه ولی شما سیگار نکشیم، منم سیگار نمیکشم فقط به خاطر فندک خوشگلش. رفتم میکاپ کندال جنر رو توی واسه مجله ووگ گرفته بود و دیدم، تصمیم گرفتم همونجور که حرف میزنم اونو انجام بدم. The fuck؟ این شمع، عاشق این شمع من، یعنی من معتاد این شمعم. بوی کیک میده و وقتی روشنشون میکنم اتاقم بوی کیک میگیره. I love it. خیلی دوستش دارم، خیلی خوبه، بهش نمیخوره. ولی من هم تو دستشوی اتاقم گذاشتم، هم چیز گذاشتم، اینو هم که it's pink that's why we love it. این گلرم بهتون بگم ساعت روز خواهر، نه به مناسبت روز دختر خواهرم برام خریده با یه کادو، واسه همین گذاشتیم شکم اینجا حس خوب به شما بده. دخترم مبارک، دختره گلم. بریم سراغ ویدیو. سابسکرایب یادتون نره بچه‌ها، لطفاً حمایت کنید. میدونم که حمایت میکنید ولی خب گفتم یادآوری کنم. کامنت انگلیسی بذارید برام، لایک کنید. اینجا از سرم استفاده نمی کنیم چون من سرمم شکسته سرش. ویتامین سی توشه و من چند تا دونه جوش زدم و وقتی که جوش میزنید اگه سرمتون توش ویتامین سی یا کلا سرم ویتامین سی استفاده نکنید، جوشاتون بیشتر میشه. بریم سراغ ویدیو صحبت کنیم. اول میخوام راجع به دانشگاه براتون توضیح بدم. اونایی که نمیدونن، من داروسازی میخونم استانبول، دانشگاه مدیپول. ولاگ دانشگاه میتونید ببینید توی ویدیوها و اینکه به زبان ترکیه. همیشه راجع به دانشگاه تو ولاگ توضیح دادم و اینکه همین. اونایی که در جریانن، من اردیبهشت ماه اومدم ایران و به دلایل خیلی واضح نتونستم برگردم. پیج قدیمم از دست دادم. این دلیل فعلا ایران هستم و دانشگاهمو فریز کردم، یعنی یه جورایی مرخصی گرفتم. دانشگاه های اینجا بهش میگن مرخصی گرفته یارو این داستانم. به همین دلیل بله، اینجوری نیست که دانشگاه رو ول کرده باشم. دوستانی که مغزمو سابیدن توی دایرکت، اینجوری نیست. وقتی برگشتم میرم سر کلاسام، پس نگران نباشید. این که استفاده کردم که اونا رو داخل اسکین کرم میگم کلا همه چیو، ولی این بادی میلک بایول یه همچین چیزیه، یه برند ایرانیه. من اینو اتفاقی همینطوری دیدم تو مال، بعد خریدم داخل مارکت، بعد خریدم. بچه ها پرفکت. اولا که بوی کوکونات میلک میده، شیرنارگیل میده. It's so freaking good. من یه کوچولوشو به صورتم میزنم به عنوان نرم کننده، یعنی باید برم نرم کننده مخصوص صورت بخرم، ولی خب این واسه صورت و بدنم میشه. و این که روی بدن بوش اینقدر میمونه و اینقدر ارزونه، چجوری ممکنه؟ خیلی چیز خوبیه، من عاشقشم. بعد از حمام من خودم رو غرق در این میکنم. I love this. برید بخرید، با یه قیمت کم خوشبو بشید. گفتم که خدمتتون عرض کنم. من مال ویکتوریا سیکرت هم استفاده میکنم و میتونم بهتون قول بدم که 5% کمتر از ویکتوریا سیکرت رو بدن میمونه. واسه میکاپش
اومد وقتی که چیز زد صورتشو آماده کرد و این داستانا، کرم پودر زد، مارک برند چیزایی که استفاده کرد و یادم نمیاد، ولی این مدلی استفاده کرد و من میدونم که هیلی هم این مدلی استفاده میکنه. مدلی بود که مامانامون استفاده میکردن اینجوری. من آینه رو بذارم نزدیکم. اینجوری بچه ها استفاده کرد، انگار که من چیزایی که استفاده میکنم بگم. پرفکت کاوریج فاندیشن پرفکت کاوریج فلورما رو دارم میزنم. خیلی کاورش خوبه واسه مصرف دیلی، خودتون میدونید دیگه. کانسیلر منم اینه. بعد تو دایرکت دیدم که میگید که کانسیلرش از کجا خریدم. من خودم از خود ترکیه خریدم، نمیدونم ایران کجا میتونید بخرید، ولی خب میتونید از آنلاین شاپ ها سفارش بدید براتون بیارن از ترکیه، اونا که از ترکیه میارن. چقدر زیر چشم من سیاهه. من الان پریودم، سرما هم خوردم، آخری سرما چیز بده رو گرفته بودم، آنفولانزای بده رو گرفته بودم و اینکه تحت فشارهای خیلی زیاد استرسی هم هستم. این چیزی که الان اینجا میبینید دوره اینو که زد، فکر میکنم کانسیلر زد بعدش. ما هم کانسیلر میزنیم دیگه. کانسیلرم اینجا زد. من چیزی که راجع به کندال خیلی دوست دارم اینه که خیلی استایل خودشو داره، چه تو میکاپ چه توی استایل. به خودش اعتماد داره، یعنی خودش هم میگه توی ویدیوهاش، میگه مثلا من خواهرام به هم ادوایس میدن، چون راجع به ادوایس میدن، پیشنهاد میدن، چه راجع به میکاپ چه راجع به مثلا هرچی گوش میدم، خوباشو امتحان میکنم. سبک خودمو دارم. اگه ببینیدم مثلا هیچ وقت مثلا اونا نیست که حالا میکاپ های خیلی سنگین داشته باشه و اینا. کلا آدمایی که شبیه بقیه نیستن رو دوست دارم. آقا من یه موضوعی رو بگم راجع به این انگلیسی حرف زدن بین فارسی حرف زدن. یه مدتیه که کلن آدما مثلا تو اینستاگرام، مثلا این واینرا یا کلن مردم که همیشه آمادن هیت بدن و به هیچ راضی نیستن، خیلی میبینم. شماها مخاطب منید دیگه، هر چقدر کم باشید مخاطب منید و من دوست دارم حداقل اینقدرم که شده رو مخاطب خودم تأثیر بذارم. بچه ها ببینین، اولا که اینقدر به هم گیر ندین. من خودم چون اینجوری حرف میزنم نمیگم و نمیخوام دفاع کنم. ویدیوهای دیگه هم قراره بذارم راجع به از خیلی ها دفاع میخوام بکنم، کسایی که اینقدر هیت میشن توی اینستاگرام و تو سوشال مدیا. عزیز من نگاه، من مثلا الان از 6-7 سالگی کلاس زبان رفتم مثل خیلیامون بچه بودیم مامان بابامون بردنمون کلاس زبان و من خیلی علاقه داشتم به زبان یاد گرفتن. یعنی از بچگی برنامه کودک‌ها به زبان اصلی میدیدم، کتاب داستان به زبان اصلی میخوندم و یه دوست صمیمی داشتم که تو ویدیو قبلی هم باش بودم، تناز. من با تناز اصلا از همین طریق آشنا شدم. بعد مثلا ما خیلی با هم دیگه انگلیسی حرف میزدیم، من خیلی موزیکای انگلیسی گوش میدادم. بعد رفتم راهنمایی شروع کردم، یوتیوب دیدم و اون موقع تو یوتیوب اصلا ایرانی نبود و همش ویدیوهای خارجی ها رو میدیدم. و نگاه کنین، هر کس یک مدلی به یه نحوی میتونه احساساتش رو بروز بده. یکی آقا به یه زبان دیگه میتونه، یکی فوش میده، یکی نمیدونم جمله‌های فلسفی میگه. انقدر به هم گیر ندین، هیچ ربطی به کلاس گذاشتن. اصلا کی گفته انگلیسی کلاس داره؟ این تفکرات جهان سومی بکنین بیرون، به هم گیر ندین. بعضی موقع خود به خود یه سری کلمات تو ذهنت جایگزین میشه و تو موقع که میخوای تون تون صحبت کنی احساس، یعنی سریع اون کلمه میاد تو دهنت. اصلا هیچ ربطی نداره که مثلا بعضیا میگن نمیدونم
نمیدونم آدمی که نیتیو آمریکا هم هست اینجوری حرف نمیزنه ها. فکر میکنی کی هستی که اینجوری حرف میزنه؟ حالا من کار ندارم که بعضیا کلا لحنشون چوسیه و رو مخن، ولی خب مثلا من برای خودم اینجوریه و میدونم برای خیلیای دیگه هم اینجوریه، حتی زبونای دیگه نه انگلیسی. بعضیا که مثلا الان ترکیه زندگی میکنن، خب من اونجا درس میخونم دیگه، خب مثلا یه مدت اونجا بودن، خود به خود بین کلمه‌شون که دارن فارسی حرف میزنن یه کلمات ترکی میگن و این خیلی نرماله. من سر این قضیه کلا خیلی هرس میخورم و من به آدمایی که مثلا خارج از ایران زندگی میکنن، حالا نه یه کشوری مثل ترکیه، هر جایی، نمیدونم یارو کانادا زندگی میکنه، این ور زندگی اون ور، و مثلا بین کلماتش انگلیسی حرف میزنه، خیلی حق میدم. شما فکر کن از صبح تا شب میری سر کار، میری دانشگاه، میری سوپرمارکت، میری رستوران، میری آرایشگاه، به یه زبان دیگه داری صحبت میکنی، خود به خود تو ضمیر ناخودآگاهت یه چیزایی جابجا میشه و وقتی میخوای صحبت کنی خود به خود اونجوری صحبت میکنی و it's okay. واقعا همدیگه رو ول کنید، اینقدر به هم گیر ندین، شل کنید guys. Dude, what the fuck is this? من الان تو آینه خودم نگاه میکنم این شکلی نیستم، ولی واقعا بعد این دارین من پودر فیکس بزنم روش شاید درست شد. این چرا اینجا من این شکلی شد؟ اوکی یه چیزی بگم که گفت که کندال گفت که This is so bad. نه خوب شد. واقعا از نزدیک اینجوری نیست، نمیدونم چرا اینجا اینجوری میشه، فکر کنم بخاطر نوره، بخاطر این. خب گفت که من از برانزر خیلی خوشم میاد، از برانزر خیلی استفاده میکنم و اینکه از رژگونه پودری هم استفاده کرد، بخاطر همین من از اون رژگونه که همیشه استفاده نمیکنم نکردم، بخاطر همین ریدم. من اصلا با چیزای پودری خوب نیستم. تو آینه اینجوری نیست بچه‌ها. Trust me. من یک موضوعی رو فهمیدم به نام اعتماد به نفس مالی و خودم دارم چند تا وایس رو گوش میدم که 13 قسمته توسط یه خانم ایرانی یه چالنجی گذاشته شده که اعتماد به نفس مالی پیدا کنیم، متفاوته با اون اعتماد به نفس اون یکیه. گفتم که اگه دوست دارید با همدیگه چالش رو شروع کنیم، ولی باید تو کامنت ها به هم بگید که دوست دارید من بیام اینجا تو یوتیوب با هم شروع کنیم یا اینکه نه من بذارم اطلاعاتش رو، خودتون حوصلتون میشه که خودتون گوش کنید. اگه خودتون حوصلتون میشه گوش کنید که من براتون بذارم، اگرم نه که میام اینجا همینجوری صحبت میکنیم و هم دیگه بریم جلو. من روز اولشو بوی خوبه، من روز اولشو گوش دادم، خوب بود. نمیدونم دارم چی کار میکنم راستش راجع به میکاپ. تک تک مژه‌هام کندم، اینقدر گره کردم، سعی مجبوریم که ریمل بزنیم. صدایی میاد. کندالم ریمل زد بچه ها.
وقتی ریمل میزنید ریملتون تموم میشه اینجوری که ریمل زدن بزنید. بعد اینکه بعدش یه دونه براش کوچولوی تمیز از این بیبی براشا بردارید. اینکه دوستان ویدیوهای قبلی رو راجع به موضوعای دیگه نگاه کنید و خواهش میکنم که اول به اونا عمل کنید بعد ویدیوهای جدید ببینید. Look, it's so clean. نچسبیده به هم. پوینت اینه که نچسبه به هم. زیر چشمشو سایه قهوه‌ای زد. It's so cute. یکم دیگه کانسیلر. وقتی که کندال داشت آرایش میکرد احساس میکردم که یه دختر کاملا نرمال رو دارم میبینم که داره آرایش میکنه. یعنی اینکه یه ذره از این قروفرا و چاسیا و چیزایی که بقیه توشون هست رو نداشت. واسه همین خیلی خوشم اومد ازش بیشتر از قبل. من کایلی رو بیشتر دوست دارم توی استایلا، ولی خب شیپ بدنی کندال بیشتر دوست دارم چون خودم هم اسکینی هستم و خیلی از اسکینی بودنم خوشم میاد و خیلی راضیم به عنوان یه آدم خیلی موفق و یه آدم خیلی خفن که شغلی که دوست دارم و هم داره و اسکینیه و انقدر دوستش هم داره رو میبینم خیلی خوشم میاد. ولی خب مثلا سبک استایلی و لباس پوشیدنی و اینا کایلی رو بیشتر دوست دارم چون بیشتر فلشیه. من بهتون بگم من میخوام داخل یه ویدیو کامل راجع به این قضیه صحبت کنم، ولی یه تیکه کوچیک بهتون میگم که اوکی فلانی مثلا 2 میلیون 3 میلیون 1 میلیون فالوور داره 700K فالوور داره یا هرچی، انقدر حرفای همه رو حتی حرفای منو حرفای هیچ کس رو الکی مثلا اینجوری بزرگ نکنین و سریع قبول نکنین. کلیپایی که تو اینستا میبینین رو سریع قبول نکنین. یعنی بچه ها من خیلی چرت و پرت بی اساس دارم میبینم. من نمیگم من خودم الان مثلا فلانم بیسانم، ولی مثلا من وقتی راجع به یه مسئله مطالعه کردم میدونم و میبینم یه آدم که فالوورش خیلی زیاده به راحتی و مثلا با یه اعتماد به نفس زیادی خیلی راحت میاد اطلاعات اشتباه میده به مردم و نمیدونه در نظر نمیگیره که حالا یه افکتی داره رو بقیه و ممکنه که حالا واقعا خیلی از مخاطبینش رو تحت تاثیر قرار بده. واقعا پشمام میریزه و دارم بهتون میگم که هر چیزی رو از هر کسی قبول نکنید، حتی خود من، و برید تحقیق کنید. آسون ترین راهی که میتونید تحقیق کنید گوگله. من چند روز پیش یه چیزی رو دیدم خیلی ناراحت شدم. اگه یه آدمی اومد به راحتی حالا چون فالوورش بالا بود کلی چرت و پرت گفت اصلا نذارین بهتون بر بخوره. مثلا اومد بهتون حمله کرد، به یه گروهی از آدما حمله کرده یه سری چیزا گفت، اصلا این اجازه رو ندین، چون که هیچ کس تو هیچ جایگاهی نیست که بخواد به یک گروه آدم حمله کنه و جاجشون کنه و قضاوتشون کنه. مریم وای فکر کنم چیزی شو. بچه ها میخواستیم مال کندال رو انجام بدیم ولی داره میشه میکاپ خودم. از چیز استفاده کرد و گفت که جوری که میره بیرون اینجوریه. پشت چشمش رو هیچی نزد، یه دونه سایه هلویی زد و لبش رو هم قهوه‌ای زد و این نزدیک این چیزیه که من دارم. من راستش قهوه دیگه هم دارم ولی نمیدونم کاری از حوصله‌ام نمیشه. فکر نکنید یارو چون فالوورش زیاده یا سلبریتیه تو جایگاهیه که بخواد شما رو جاج کنه و به شما حس بد بده. نه. Who the fuck are you؟
روش دستمال کشیدم طبق معمول که میدونید همیشه این کارو میکنم. رفتم چیز آوردم، سایه هلویی که نزده بودم پشت چشمم، هلویی خاکی طور ایناست، اونم بزنیم که کارو ببندیم. البته که به گونه‌ش هم زد یکم ولی همینقدر سیمپل آرایش کرد. آرایش هممونه به نظرم، چیز بیشتری نداره. هایلایتر اون فرق داشت، یکم برنزتر بود، مال من صدفیه. و اینکه لیپ گلاس زد که من بهش از این روژه استفاده میکنم، اینم شاینیش میکنه ولی خیلی خوشگله. لبامون فرق میکنه چون لب اون قهوه‌ای بود، قهوه‌ای شاین دار بود. I don't know, it's kind of beautiful. خوبه بابا، ساده است، خوشگله، من خوشم اومد. من فقط رو بینیمم میزنم. اون رو بینیشم زد اتفاقا و اتفاقا با دستم زد. خودتون که میدونی من کوین آرایش کردم با دستم. چرت و پرتای بقیه تو فضای مجازی رو الکی باور نکنین. و اینکه یه چیزی بگم، میدونم این روزا شاید حال خیلیاتون بد باشه، این یه چیز طبیعیه، ربط داره به جایگاه سیاره ها و زمین و آسترولوژی و اینا. این چند وقت راجع به اینجور چیزا خیلی خوندم و فهمیدم که حال همه بده و اینکه به خاطر اون انرژی است، پس فکر نکنید که تنهایید، میگذره. اکتبر این مدلیه. دوستتون دارم، برام دعا کنین. شنبه میخوام برم تهران برای یه کار خیلی مهم که خیلی استرس دارم. موهام به خاطر همین موضوع همش میریزه و استرس زیاد دارم و زیاد دوست ندارم فعالیت کنم. برام دعا کنین، من براتون دعا میکنم، انرژی خوب میفرستم. love you. اینستاگراممو فالو کنین، لایک کنین. بای.